نمیخوام برم الان. شروع. بگیر. نگران شدم برای خودم. 2 ثانیه. الان بهترین فرصتی که از شهرش خلاص بشی. این یک بازی. سلام. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز یه چالش داریم. چالشمون از چه قراره؟ از این قراره که با توجه به کامنت‌های خیلی زیاد بچه‌ها قراره چالش حبس نفس بریم. ببینیم که نفسه کی بیشتره؟ کی بیشتر؟ کی زودتر کم میاره؟ و کی بازنده این داستان میشه؟ خب بریم واسه یه سنگ کاغذ قیچی که ببینیم کی اول باید نفس خودش رو نگه داره. بریم. سنگ کاغذ قیچی. من دست من برای روش ببین چجوری ذهنشو میخونم. تو اول من بگیر. اونجا قبول نیست. خب من اول تو میگم. آخه این داره تقلی میکنه. نه تقلی نمیکنه. اصلا میخواد به نفع من بکشه. قبول نیست اینجوری. خب نه. آدم که برنده میشه اصلا چیز میکنه 2 ثانیه بیشتر از خب من بری که تو برنده شی. الان بهترین فرصتی که از شهرش خلاص بشی. اینا بود هر موقع من گفتم بیا، من موقع دارم نفس عمیق میکشم که جذب کنم که برم بالا. خب هر موقع من گفتم بیا اینجوری کردم بیا. برو. معلوم نیست. بگیرش پایین. بگیرش پایین. من چه انرژی صرف میکنه. نفس نکشی یا از گوشاش هم نمیتونه بکشه. 26 ثانیه. سالمی؟ سالمه چشاشه داره میره. 34 ثانیه. 33 بود فکر کنم. خوبه. آفرین. خیلی خوب رفت. فکر نمی‌کردم اینقدر بدی ها. نه ولی من اصلا دقیقی نکردم. خدا وکیلی. یعنی اصلا از هم موقع که زدم تایمر رو مجدن دستش نیومده بود من نفس نکشیدم. چون اگه نفس بکشی طرف متوجه میشه دستت اینجا متوجه اون تقلا کردن اون آدم میشه. من اصلا نکشیدم. من خیلی اصلا من بازی ها رو اینجوری تقلا میرم بالا. مثلا بعضی نیستم تقلا بکنم. خب بیا میخوام رکورد جهانی رو بزنم. چند دقیقه هست؟ چند ساعته؟ بریم. اولی من 34 ثانیه رفتم دیگه. 33 یا 34 ببینید 34 میگیریم. 34 پر. بریم. حاضر؟ بریم. بریم. محکم میخواد بیاد. خب بیاد تو دهن. نمیخوام برم الان. میخوام نفس بگیری. والا اون نفسی که تو کشیدی گفتم میگه قرار نیست نفس در بیاد. بگیر. اینو نگاه کن چیکارایی میکنی؟ 50 تا باید صفر کنیم. ورزش نکردی نه؟ بریم. این سری بیام میگیرم. 1 2 3 من چه بردم. لطفا مسخره باز در نیار. 24 ثانیه. نتونستی که خیلی سخت. من یه رفعه گرفتی. من نفس ندادم تو. دیافراگم ورزش نکردی. نوک انگشت توی گوش. چی میگفتی؟ ببین این یک بازی. بریم بعدی. حاضری؟ فعلا که 10 ثانیه عقبی همینجوری. گفتم برنده این بازی کیه بهتون؟ قاطی کردم. 2 ثانیه. برو ببینم. بازداشتنی سکت. من اصلا نگرفتم. اینو اشتباه زدم. من نفس دادم بیرون زدم.
محاسبات ذهنی من یه لحظه به هم ریخت. این من دیگه قبول نیست خدا بگیره 11 ثانیه. نه من قبول نمی‌کنم. اینجوری میگیره میگه تو چشمو چرا میگیری؟ اصلا نگیر من خودم نفسم میگیره. تو هم خوب رفته تو چشم اگه دادمش پایین تو باید بگیریش پایین. اما خندم میگه من نمیدونم من چقدر خندم میگیره. اینجوری کنن که نفس اومد چیز کن. نه باید بگیری. قانون گیری میکنم. قانون. آقا چه خبره؟ باید بار آخره. ولی خب اگه تو یه کاری کنی که من بخندم به نفع تو نمیشه، اصلا به نفع من میشه. تو سوخت میدی. قبوله؟ من این کاری هیچ کار نمیکنم. من زود خندم میگیره. چه کار کنم؟ خب بریم. آماده میشه این بازیکن برای حبس نفس. داشته باز چون احتمال داره تنفس کنی از اونجا. 8 ثانیه. 16 ثانیه. جای نفس نمیکشه یعنی خب اینقدر حرف بزنم. خب من اون بار اولش که گفتی از چش آقا از کی از چش میتونه؟ من اونجا خندمو نگه داشتم. خب دیگه نمیتونم بیشتر از این نگه دارم. دیگه ببین این یه حبس نفس همراه با برنامه جوکره. با همراه من باش. الان من 22 ثانیه اونم 34 ثانیه. 22 ثانیه دیگه. این 22 و 54. ببینیم من چند میرم. باش. میخوام اونطوری دیگه چیز نگم. اون خوب نبود. روشی که داشتی یا اینا. اونو نمیدم. من اون برای اولش. شروع. بگیر. چه نفس نکشته که بگیر. آدم مگه میتونه بدون اینکه نفس بکشه؟ بگیر. نگاه داره از خنده میترکه. بخند راحت باش بخند. فیزیکی نه میتونی بخندی از گوشات داره میزنی بیرون. نه تو گوشاته. خنده اینجاشه. اکسیژن باختی که باختم. اینم باختم. من میخواستم تو بخندونمش. اکسیژنش از اینجا میرفت تو. داشتم میدیدم اون درجه از الهام رسیدن چقدر اذیت میکنم. حبس نفس. خب تمام شد. من بردم راند 3 3 راند. حرف نزنید که خنده ای نباشه. هم رکورد بزنن. آفرین. هیچ ثانیه. آب دهنش نباید بستش خود بدی. یه انرژی ازت میگیره. الان اینجا بله کنم 21 ثانیه. آره نباید. آب دهنی که خود میده یه فشاری میاره. چه چالشیه؟ اینجوری کنه خیلی حال میده. مگه برای جوکره؟ چرا هرچی بگم تو انجام میدی؟ نمیتونی بابا. تلاش نکن. خودت شکست پذیری. فنا رفتگانی. شامل به فنا رفتگان خواهی شد. به فنا میشه یا نمیارزه. زندگی ارزش رو نداره. به خدا زندگی ارزش این بردرها رو نداره. وای باختی. در کل باختی. در کل باختم ولی بعدم باختی. خیلی سخت. خیلی سخت. من نمیتونم نفسمو نگه دارم. نگران شدم برای خودم. مرسی بچه‌ها که از آخرین ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. با کامنتاتون کلی بهمون انرژی بدید که انرژی بگیریم برای چالش‌های بعدیمون. عاشقتونیم. خدافظ. راستی این چالش هم یادتون نره. حتما اینا حتما ببینید.